لعنت به همه قانونهای دنیا که تو هیچ کدومش شکستن دل آدم‌ها پیگرد قانونی نداره. کمش مهد کودک بیاد خونم. خب بچه ها چه خبر؟ سلامتی بابا. اسمت چیه؟ بهواد. اسم تو چیه؟ تو منو که میشناسی یا؟ خب حالا اسم تو بر بچه ها بگو. سهان. تو هم که همه میشناسن. موشک رو پس این کار کنین. رباتت هم همینجور بدنشو قرمز این ورش هم. مامانم معلمه، بعد اینا هم کلاس اولی هن. میان خونه شاگرد مامانم بهشون یاد میده. بعد گفتم یهو بدونین بعد نپرسین چرا مهد کودک رو آوردین تو خونه. چو هستی اینا امشب اینجا به زور ما بایستوندن. نگرشون داشتن فکر کردین ما مهمون رو به این راحتی بزنیم بریم. مهمون رو شما به این راحتی بریم. ما اصلا ما فازمون ما مهمونمون خیلی فازتون اینه که مهمون که بیاد شب حتما باید بخوابه. ما ترسیم ما خیلی با کلاسیم. ولی ما فرسا 6 میریم. نه باشه میگیری. وایسا نگاه کن آب توشه. نه میریزم. به خدا میریزم. میگیری فردا خاک تو ریخ. قالبی میتونید درست کنید هم خیلی خوب. 3 days later چه زننی که دوبار برد تو بازیه. چیه مگه ما از این لحافا داشتیم؟ حتما داشتی؟ ما استفاده ای نداریم فقط مهمونا. شلوار گفت این پیژامه. آلبالو مامان دارم بهش میگن ما مزاحم ایناشا مزاحم دور شدیم. چیدی؟ تلویزیون روشن کن. بچه هستی حالشو نمیفهمه. بچه کمکش کنی. بچه دعاتون مستجاب میشه. شماره کارت بزنم پول بدین برات هر یه 100 تومن یه پول برات. چشم فردا ادیت زنم. استی بگو زندگی سخت شده. زندگی سخت شده قابل زندگی نیست. خاله یه نگاه بدون سلام. ببین وافه موضوع لعنت به بچه داریم مرغ درست تو اشتباه میکنیم. فکر کردین ما نهار مرغ داریم؟ نه ما نهار قلیه ماهی داریم. فردا مهمون. آره فردا شب ما همه قانونهای دنیا که تو هیچ کدومش تو یکی آره تو یکی شکستن دل آدم‌ها پیگرد قانونی نداره. نکن بچه خان محمدی منو یاد داد مرغ. من خان محمدی دم نهار نهار بچه نهار استی بگو مزاحم شد. مزاحم دوشن اگه ما نبودیم ما این سفره کوچیک‌تر چون شد کوچیک‌تر میشد. خدا مزاحم شد.
خداحافظ با ولاگ خداحافظی کنیم. خداحافظ. گل منم جفته. با من که میگردی خوشحالی میخندی، با من که پریدی تو اصلا بدی ندیدی، با پولای من هرچی که میخواستی خریدی. مهمون عزیزمون رو بهتون معرفی کنم. سلام کنم. سلام بچه های یوتیوب خدا میزنم. میخوام من بزن. لعنت به همه قانونهای دنیا که تو هیچ کدومش شکستن دل آدم و پیگرد قانونی نداره. فاتی خانم در حال نماز خوندن هستن. فاتی خانم پری میکنه. نوشته مامان من گشاد شده. بچه ها مرغمون که دیشب دیروز داشتیم میگه چقدر سیاه. چرا ناراحتیم زیاده؟ نه نظر دیگه مامان گذاشت. فاتی خانم هرچی دادی بهش بس دیگه برو دیگه. گذاشت هرچی دادی بهش. بیبین کارادا کارادا اصلا چقدر مرغ. ما فاتی خانم خیلی مرغش کمه بده. نه تو خور خدا وکیله برای من. نه بدین مرغ. چرا نگاه کنی فندک اینا رو چه باحال. خیلی بده. مرغ گرد شوخی.